سلام به کانال من خوش اومدید. اگه ویدیو اولی است که دارین نگاه میکنید، من احسان هستم و این ویدیو رو تقریبا ترکیبی میخوام بگیرم. چرا ترکیبی؟ چون میخوام در مورد مالزی صحبت کنم، ولی خب در استرالیا دارم قدم میزنم و از خیابونه هم براتون میگیرم و از حال هوای اینجا در تقریبا میشه گفت شهریور ماه ایران حساب میشه. سپتامبر هستیم تقریبا، دیگه آخرای آگوستیم. عرض کنم موضوعی که من اینوری میکنم که حالا همینجور شهرم ببینیم و صحبت کنم. موضوعی که میخوام در مورد صحبت بکنم بحث کار کردن دانشجوها هست در مالزی. این داستان چجوری میتونه انجام بشه؟ ببینید، به صورت رسمی و قانونی تا جایی که من خبر دارم، یعنی برعکس اون قوانین اون سالهایی که من توی مالزی بودم، دانشجو حق کار کردن در مالزی رو نداره. یعنی نمیتونه اصلا کار بکنه، هم دانشجو و هم دیپندنت، اون کسی که همراه دانشجو میادش. یعنی من خانمم مثلا نزدیک 3 سال با مالزی بودیم نتونست کار بکنه با ویزای دیپندنت، اجازه کار نداشتش. حالا چجوری میشه که دانشجوی ایرانی اونجا کار میکنن؟ کار انجام میدن، منتها به صورت یه جورایی میشه گفت ترکیبی از حالا غیر قانونی و یه جورایی به قول خودمون زیرابی رفتن و اینا. یعنی این معایب و مزایای خودشو داره دیگه. ببخشید من در سفره میکنم، اینجا من حساسیت دارم به این ملبورن. بعد عرض کنم که آره، این مزایا و معایب خودشو داره. مزایاش خب درآمده که شما درآمد دارید و اینا شرایطتون بهتره. از معایبش اینه که هر زمان که بخوام میتونن خب شما رو خیلی راحت اخراج بکنن و شما نمیتونید اصلا ادعایی بکنید و این داستان ها بابت حق و حقوقاتتون. و یه جورایی میشه گفت چی میگم، به قول ایرانی‌ها پاتون رو پوست خربزه است دیگه، سر میخوره. چی میگم؟ آره دیگه، همین میگه. بعد عرض کنم که برای همین این از معایبش هم میتونه باشه. حالا اینکه چجوری کار بکنید و چی کار بکنید که مثلا در محیط کار به قول خودمون دردسری براتون نشه چجوریه؟ ببینید، من شرکتی که مثلا یه مدت کار میکردم، خب بالاخره توش بچه‌ای بودن که عرض کنم ویزای دانشجویی داشتن مثلا، یا حتی منم یه بازی که باشون کار میکردم هنوز ویزام تبدیل نشده بودش. بعد شرکت ما قانون داشت که همیشه باید در بسته بود و اگرم که از طرف اداره کار یا هر کسی بازرسی میومدش، ما سری لپتاپ‌ها رو جمع میکردیم و میگفتیم که آره ما مثلا اینجا کار نمیکنیم، ما به قول خودمون اومده بودیم دوستمو ببینم مثلا تو این صحبت‌ها. بعد و اصلا چنین کاری انجام نمیدادیم، یعنی اصلا خودمون این ادعا رو نمی‌کردیم که ما واسه کسی کار میکنیم. این یه موضوعیه که در واقع شرکت خب خیالش راحته که اونم به دردسر نمیفته، شما هم به دردسر نمیفته، چون دردسرش دو طرفه هستش، هم واسه اون شرکت خواهد بود هم واسه شما. و همین که خب بالاخره جفتشون راضی ان دیگه، شرکت داره حقوق کمتری یه جوری میده به شما و شما هم از طرف خب دارید تو اون شرایط دانشجویی کار میکنید. این یه حالت قضیه میشه. یه حالت دیگه قضیه میشه که شما مهارت خاصی دارید و مارکت به شما نیازم داره، شما با طرف میاد به صورت غیر به قول خودمون چی میگن، قرارداد طولانی مدتی کار میکنید، غیر کارمندی کار میکنید، قراردادی هستید، پروژه محور هستید. این اتفاق مثلا برای خود منم پیش اومدش. طرف میخواست یک کالا کاری انجام بده و نداشتم اون فردا که انجام بده و من میتونستم اون کار رو انجام بدم و باشون پروژه‌ای کار کردم. بارها این اتفاق برام پیش اومده و در مالزی من پروژه‌ای کار کردم و صرفاً یه کاری رو انجام دادم، پولش رو گرفتم. حالا برای اینکه پول رو گرفتم و چجوری انتقالش دادم به بانک و اینا یه ذره داستانه. ترجیحاً تو اینجور وقتا سعی کنید کش بگیرید. یک، دو، اگر که دارید چک میگیرید با طرف هماهنگ بشید. ببخشید. چون وقتی یه چک میگیرید، چک رو به حساب بانکی بخوابونید، بانک فوراً زنگ میزنه به صاحب چک و میگه عنوان این چک چی بوده، رو چه حساب بهش دادید. اونجا طرف نباید بگه این کارمند منه یا هر چیزی، بگه یه کار خاصی ازش خواستیم کوچیک انجام داده و پولش رو گرفته. اصطلاحاً پیمنت بوده صرفاً واسه یه کاریش، ویج یا سالری نبوده. این موضوعات، این کلمات خیلی بار معنایی مهمی دارن. اگر بگید سالری بوده یا بگید ویج بوده داستان میشه. این خیابون بورک استریته. توی یکی از ویدیو دیگه هم باشم، الان آخر هفته است، من آدم دنبال چی میگن شلوار میگردم، شلوار بخرم. بعد
دیگه گفتیم اینجا هم ویدیو بگیرم. آره خلاصه که عملا حواستون باشه که نگید که مثلا سالری بوده یا اونم نباید بگه سالری یا چیزی بوده، ما بگیم پیمنت بوده صرفا. من از این طریق نزدیک 10 ماه فقط با همین طریق چک میگرفتم اتفاقا، یا پول نقد میگرفتم میخوابونم راحت تو حساب. پول نقدار که البته نمیخوابونم، پول نقدار اونجا خرج میکردم بازی، ولی چکا رو همه راحت میخوابونم به حساب و بانک زنگ میزد به اون بنده خدا، مثلا میگفت این چیه، میگفت این پیمنته، یه کاری انجام میده پیمنت شو دارم بهش میدم، میگفت سالری ویج، میگفت نه هیچ کدوم نیستش پیمنته. و این اتفاق جالب اینجا بود که هر ماه هم اتفاق میافتاد رأس تاریخ‌های مشخصی و بانک هم خب نمیتونست بیشتر از این فضولی بکنه و اینا. برای همون اینم در واقع موضوع مهمیه که شما چجوری اون پول رو بتونید باش کار بکنید. پس اگر بخوام خیلی به قول خودمون خلاصه و مفیدتر بگم اینه که میتونید با شرکت ها صحبت بکنید و اگر شرکت برداشت به شما گفتش که نه من نمیتونم تو رو استخدام کنم، تو ویزای کار نداری، از این حرفا، بگو اوکی دتس فاین. تو فکر کن من اصلا تو کشور خودم داری با یکی تو ایران اصلا کار میکنی، من داری با یکی مثلا توی ترکیه کار میکنی، تو اون حالت که تو که محدود نیست، تو میتونی با هر کسی کار بکنی. منم اصلا ربطی نداره کجای دنیا، تو به من داری یه کار ریموتی میدی، یه کار از راه دور میدی. منم مثلا فرض کن تو آفیست نمیام، یعنی میتونی غیر حضوری حتی این کار انجام بدی، مثلا بگین که آقا من اصلا تو آفیست به فرض نمیام کامل این کار رو انجام بدم، بیشترش از خونه انجام میدم و اون کارشو که میخواید واسش میتونید انجام بدید خدمات رو و حالا بالاخره به قول خودمون سر پول کنار بدونم. اما حواستون باشه که توی این کار شما هیچ تضمینی ندارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه طرف به هر بهانه‌ای پول شما رو نده یا هر چیزی. پس شما باید در میشه گفت تحویل دادن اون کارم هوشمندانه عمل بکنید. یعنی پارت کار تحویل بدید، یهویی همش تحویل ندید، پولتون رو کم کم بگیرید و اگر گفت 10-20% هم مثل ایران حسن انجام کار میخوام نگه دارم بعدم مثلا بهت بدم، بدون 10-20% پریده. یعنی اون رقمی که داری بهش میگی با 20% اضافه تر بگیر، چون 20% آخر ممکنه بهت نده و احتمال زیاد بهت نمیده. برای همون اینو میگم حواستون باشه، تجربه منه. روی این حساب نباشید که طرف آدم خوبیه، نمیدونم مثلا مسلمونه، میگن این مسلمونا خوبن، هندیا خوبن، این چینیا خوبن و روی این حرفا نباشید. آدمی که بخواد سرتون رو کلاه بذاره اصلا هیچ داستانی براش نداره، میتونه از هر نژاد و دین و قوم و مذهبی باشه اصلا. پس توی کارتون خیلی محکم باشید و حواستون جمع باشه. خب حالا از اینا گذشتیم. من چه کار میتونم توی مالزی انجام بدم مثلا به غیر از این که حالا پروژه بردارم و این داستان ها و اینجور کارا؟ قطعا اگر که دانشجوی رشته مثلا معماری برنامه‌نویسی هستید که خب پروژه خیلی میتونید آپشن بیشتری دارید میتونید انجام بدید. تازه من پیشنهاد میکنم به سنگاپور بیشتر فکر کنید، چون سنگاپور حقوقاش بهتره و پرداختاشون هم بهتره. میتونید به اونجا فکر کنید، با سنگاپور کار بکنید. و اگر که توی اینجور کارا نیستید و میخواید کارهای دیگه مثلا مثل کارهای دفترداری، منشی، اینجور چیزا رو انجام بدید، این یه ذره سخت‌تره ولی بازم شدنیه. ما دوستان زیادی داشتیم که توی مالزی توی اینجور کارها بودن، گرافیک دیزاینر بودن و اصلا فول تایم هم توی آفیس بودن، ولی اتفاقا هم براشون پیش نمیاد این داستانا. یعنی میخوام بگم که خیلی ماجرا سخت نیستش، ولی برای کار پیدا کردن در مالزی به قول به اصطلاح میگم باید پاشنه کفشتو بکشید محکم، بدوی دنبالش تو خیابونا و این برنامه دنبال کار بگردید. بعضی از شرکت‌ها هم هستن که به شما ویزای کار میدن، یعنی اگر بدون طرف شما آدم ارزشمندی هستید برای اون مجموعه بهتون ویزای کار میده، 1 سال هم ویزای کار بهتون میدن و هر سال تمدید میشه و شما میتونید با یک گرفتن نامه تاییدی از استادتون اگر ریسرچ هستید ویزای دانشجوییتون رو کنسل بکنید بدون اینکه درستون رو تعطیل بکنید یا هر چیزی و بچسبید به کارتون و درستون در میشه گفت کنار هم دیگه. یعنی ویزای رسمی شما میشه ویزای کار، ولی میتونید کنارش درس هم بخونید. این هم از این موضوعی که در واقع من به ذهنم رسید که شدنی هستش. هر کسی هم بهتون گفت نه نشدنیه به من پیغام بدید، من بهتون راهشو میگم که چجوری بتونید ویزای کار ویزای تحصیلتون تبدیل کنید به کار بدون اینکه به حساب بخواد براتون مشکلی در تحصیلتون ایجاد بشه، یعنی بگم حتما باید ترک تحصیل کنید یا هر چیز شبیه کنید. اینم از این موضوعی که حالا به ذهنم رسیدش. من دارم همینجور که حالا راه میرم فکر میکنم، معمولا میگم مردا دو تا کار نمیتونن همزمان انجام بدن، دیگه دارم چون یه ذره موضوعات کاری مهمتر شد اینجا وایستادم دیگه. اومدم الان مایر، این که فروشگاه
توی در واقع خیابون بروک استریت هم هستش. حالا شعبه‌های مختلفی داره و این طبقه اولش همه لوازم آرایشیه معمولا فکر می‌کنم. باید برم بالاتر به دنبال شلوار و لباس. و دیگه اینم از این موضوع. من چیزی که بود، چیزی که داره به ذهنم میاد همینجوری سعی میکنم بگم. بازم دارم فکر میکنم، بلند فکر میکنم ببینم چه موضوع دیگه در واقع باید مطرح بکنم. خب یه نکته دیگه که برای کار یادم آمدش اینجا بهتون بگم، اینم نکته جالبیه. نمیدونم توی ویدیوهای کار در مالزی انگار که صحبت کردم در موردش نه. توی ایران ما یه چیزی داریم به نام عیدی سالانه، یعنی سر ماه 12 اینا فکر میکنم یا با حقوق برج 11 یک به اندازه یه حقوق. یادمه حالا اون موقع، الان انقدر شرایط ایران عوض شده واقعا من هر بار با دوستانم صحبت میکنم کلی تعجب میکنم از اتفاقات عجیب غریب. ولی اون موقع اینجوری بود که توی مثلا ماه 11 به اندازه یک حقوق یا 2 حقوق مثلا به شما پاداش میدادن، یعنی عیدی میدادن اصطلاحا، و تقریبا حداقلش یه حقوق یادم بود. الان اگه نیستش بگید من آپدیت بکنید. بعد اینجا هم اینجا که نه، توی استرالیا نه، ولی توی مالزی چنین چیزی هست، بهش میگن حقوق ماه 13. بعد اینو با اون شرکت اگر که میخواد با شما حقوقی مثلا حقوق بگیری باهاتون کار بکنه، بهش بگید که من آیا حقوق ماه 13 هم دارم یا نه، مثلا چه جوریه. بعد اون کی پرداخت میشه. معمولا حقوق ماه 13 رو توی جون فکر میکنم پرداخت میکردم. آره میشه برج تیر ماه. بعد آره توی جون جولای اینا مثلا پرداخت میکننش و اینم یه چیزی که تو خیلی از شرکت ها رسمه. بعد حالا اگر که ویزای کار هم گرفتید و خلاصه تونستید با ویزای کار رو انجام بدید که قطعا بهتون رو پرداخت میکنن. بسیار از شرکت ها اینو دارن پرداخت میکنن و اون موقع باز دیگه نکاتش خیلی مهمتر میشه. فکر میکنم باز اون موقع باید برگردید توی اون ویدیو در مورد کار اونو خوب نگاه بکنید. بعد حتی من در مورد مالیات و اینا هم فکر میکنم توش صحبت کردم. اگر تو اون ویدیو صحبت نکردم بهم بگید، باز یه ویدیو میسازم در مورد مالیات دادن در مالزی و داستان‌های مرتبط به اینکه چجوری مالیاتتون رو بتونید یه ذره کم بکنید و حواستون باشه که مثلا مالیات زیاد براتون نبرن. یه نکته دیگه که خیلی میترسونن ایرانیای داخل مالزی همدیگه رو اینه، میگن که اگر که شما توی مالزی کار بکنید و مثلا مالیات چون نمیدید، مثلا همین کارهای دانشجویی اینا، چون مالیات نمیدید بعداً توی فرودگاه برید دردسر میشه براتون، شما ممنوع الخروج میشید و اونجا بهتون میگن که چرا مالیات ندادی مثلا. اینا همه چرت و پرته. شما تا زمانی که ویزای کار نداشته باشید عملاً انگار که مالیاتی لازم نیست بدید، چون معمولاً خیلی از این شرکت‌ها چون ویزای کار ندارید براتون جایی رد نمی‌کنن که ایشون کارمند ماه رسمی و مالیات شما بخواد ثبت بشه. اینا چرت و پرته. کسی روی این حساب از شما در واقع پولی نگیره که مثلا آره من مالیات رو مثلا درست میکنم، مالیاتت مشکل دار میشه. این استرس ها رو الکی بهتون ندن، کسی از شما بابت این قضیه پول نگیره. من فکر میکنم اکثر موضوعات رو کاور کردم. امیدوارم که کمک کوچیکی کرده باشم بهتون و همین دیگه. اینجا هم فکر کنم عینک هم میتونم در بیارم کم کم دیگه. خب حالا تا اینجا که اومدیم با من همینجوری هم به حرفای من گوش دادید، بریم با هم دیگه ذره قیمت‌های مایه رو هم نگاه کنیم. خب دیگه 30% آف داره. ببینیم 30% آفش چیه داره. بله این آجوار مونده $150. 30% هم کم بکنیم میشه $110. من برم بچه ها، من برم دنبال لباس خریدارم. شما هم دیگه اینترنتتون رو زیاد مصرف نکنید.
به این نکاتی گفتم گوش کنید. فعلا